سلام علیکم برادرها، خواهرها، کسایی که بلاگرن و میخوان که بلاگری نوان میخوان که فهمن چند فایزی подписчион актив نیای و چند برای چی подписчики ما کمش актив نیای. از ما با شما معلومات میدم. پیش از ویدیو رو تماشا کردن لایک و подписаться کنین، کامنت‌های خوب نویسین، поделиться ای کنین. چی گفتنیم برادرای عزیز، وقتی که شما نو کانال های میتونین ویدیو میپردین و میفهمین که مثال ویدیو شما افتر داره و میخواین که ویدیوتون رو دلیت کنین و دلیت میکنین و گفتن نمونه که وقتی که شما هر یک ویدیوی که میپردین با مثال 20 تا 30 تا یا 50 تا 100 تا 1000 تا پراسموتر میگه. وقتی شما دلیت میکنین پراسموتری کانال شما خام میزنه. مثال 3000 4000 подписчики دارین، просмотрش خام که زد подписчика активní نمیشوند و یعنی که مرده میشوند. ویدیوی که شما میپردین نمیبینند. و چی گفتنیم حاضر من با شما активности подписчика رو نشان میتونم. میدارین творческий студия YouTube. творческий студия YouTube مثال کانال من سرودهای عاشقی 3885 подписчик داره. یعنی که خیلی که شما میدونین کانال من چند قا ویدیو افتر داشت و دلیت کردم واسه پراسموترش خام زده دیگه. برای همو ای همت خواهش میکنم در اومده подписаться کنین در کانال یوتیوبی ما، دستگیری کنین. این کانال مثال ما یک چند ویدیوش رو دلیت کردم. حاضر числа подписчиков я на стадии времени просмотра часы на стадии просмотры изменение числа подписчика. изменение числа подписчика плюс 9 кададия برادرای عزیز 9 подписчики активní دارم و 3885 9 подписчики активní دیگراش همش подписчики مرده میشن. یعنی که خاموش میشوند. ویدیو در ویان نمیرود وقتی که من میپرتیم. این پروگرام را برادرای ای پلایمر در اومده творческий студия YouTube می نویسین، میبراید در پویسک و скачать کده установка کده прямо خودش میدروید کانالتون رو میبراید. باقی در پناه خدا باشین. در اومده подписаться کنین و فیچرهای خودتون نویسین.